چیش غریبه است. دو تا خانم هم توش بودم. من فکر کنم من خف کنم. ما داستان چیه؟ ما تو همون ساحلی 2 نفر دیدیم، بعد 2 نفر 2 تا دختر بودن. سلام بچه ها، خوش اومدید به ولاکه. رفتیم شمال عکاسی کنیم. خودتو معرفی کن. بسازم. سلام بچه ها، من امیرعلی ام. خوش اومدید به ولاگ شایان. اومد سپر روستا. بس از اون عقب فکر کنم معلوم بشه. دست تکون میده. دست تکون بده. یا آقای جدید اومده. آقای سپر. حسام بیا اینجا. دادی حساب. بچه تصمیم گرفتیم که به جای اینکه به بلوتوث وصلیم به آهنگ بذاریم سپر آهنگ بخونه. سپر بخون. نمیخوام صدا تو بشنوم. نه تا الان داشتی خوب آهنگ میخونی، دوباره بخون. من تنگم صبرای تیره. بذار منم بلدم. دلم تنگ برای با تو. داری حساب. چیکار می‌کنی داری حساب؟ عمو شایان رانندگی چه حسی داره؟ بچه‌ها پلن اینه که ما قراره بریم شمال، یعنی شمال مازندران. سپر شمالیه. نرفتم. ولی نرفتم. من گیلانی ام آخه در حقیقت، ولی مازندران منم نرفتم تا حالا مثلا. تو نرفتی تا حالا؟ نه شمال رفتم ولی مازندران نرفتم. کجا رفتی تا حالا؟ مازندران خودش. نمیدونستی گیر آوردی ما رو. نه محمود آباد دیگه، فقط میرفتم محمود آباد. محمود آباد فکر می‌کنی کجا میشناسن؟ مثلا شماله دیگه. بینا فرداش بود. ما رئیس وای چند ببن وای رفتیم بچه. الان من کاروان ندارم. خب بچه همونطور که مشاهده می‌کنید اومدیم هایپرمارکت گالری آشکاری آشه دو. بچه‌ها قراره با ایشون با ایشون بود دو هم صبح قراره بود دادی حسام هستن. دادی حسام و سپر به چرخون رو به خودت ببینی. نمیتونم دستم نمیره بچه اینجا رو سپر قراره بریم عکس بگیر. شمال محمود دریا. نه محمود آباد نه. شکلی لوخ بوده ببین. البته ما اونجوری نمیدونیم. بعد تارزان جی پلی کنم. سلام تیجا میگم. هرون بارو تو. A person who thinks all the time. از الان باید برار گفتن رو شروع کنیم که تا اینجا نرتونیم. تا کجا؟ تا اینجا. میشه که خود شما زندگی می‌کنی؟ من رشتی بلدم. مازندرانی متاسفانه بلد نیستم قفله. من رشتی هم تازه مثلا با لهجه رشتی نیست، مثلا میگم تو جان و قربان. بیاین. هم برای کتواک هم برای کتواک شعار بدیم، فیسشو بذاریم برای فوتوگرافی. آره سپر رو بذارید برای فوتوگرافی. این میتونم یه بار دیگه امتحان کنم؟ نه فقط یه بار دیگه آقا تو. نه آقا نمیشه. برو برای گفتم برو. آقا 20 پول میده. بدو دوباره 20 تومن داره پول. فوق العاده است. بنویسش برای کتواک. سپر الکتریک. سپر تونل شبیه داشت. سلام بچه ها، چیز رو میبینید آقایی که دلم خواهد اسم اینو بذارم ابوالفضل. اسم این؟ آره این جاسم بهش میخوره. اتفاقا آره کیومرد حسن فردوس میخوره. فردوس اشمت. ما تو راهیم، یه نزدیکی فکر کنم 1 ساعت دیگه برسیم. بچه‌ها برنامه بر این شده که اگه شب زودتر رسیدیم من اول عکاسی کنم بعد همین دیگه. فعلا برنامه آقا مه تو ماه یخ بیرون چرا گو خوردم لباسم پوشیدم. آقا صدایی چیکار می‌کنی؟ آقا پسر نمیگم به اینجا روان بشم. ببین اگه با من برم پول بدیم و مدلت کنم میتونی درآمد دلاری که تو باید میتونی تو خونه خودش بشاشه. خب حسام سفید شدی. خب الان اومد یه سوپر لبنیات عمو شعبون.
بچه من و داداشم علی مراد. آخه اینو بگیر. بالا هم هست مواظب باش. این دولت مراده. برو دیگه مگه نمیشناسیش. درسته میگن اگه یه چی برداری رو زمین در میره. اصلا خرید نداره. این نیست کارت. حیوان آزار. بچه‌ها اینی که مشاهده می‌کنی حیوان آزاره. من حیوان آزار نیستم. حیوان‌ها رو میآزاره. هر چیز زودتر پخشش کنید. روانیه. میرقصه بر خودش. لبنیات همون شب. خب بچه‌ها میشه یکی از حسام خوابیده. شایان که رانندگی میکنه. خب من درخواستی دارم از آقا امیر. میخوام که چون شایان خوابید میگم شایان چون حسام خوابیده واسه یه آهنگ خفن بخونه که بیشتر خوابش ببره. لالا کن حسام حسام جان خوب بخوابی حسام گیر خرگوش ساله میگم 10 روزه نخوابیدم. اینجا جنگله شب تاریکه همین بر جنگل همین بر بعد این بر دریا هم هست همینطور که جنگلی چی معلوم ولی الان هیچ مشخص نیست اصلا. آخر ویدیو تا آخر ببین آخرش پشمتون میاد. چرا رسیدیم خیلی ترسناکه. حالا فکر کنم من باید برم مثلا اینجا عکس اونم اون سپر اونور. حالا اگه مثلا 1% من غرق شدم دیگه مثلا اوکیه. از من بگیم بیامون بفرما ولاگ شماست. من کلا دارم تو حرف میزنم. رسیدیم قرار اولین نفر از خود امیر عکاسی کنیم تو شب می‌خوایم عکاسی بکنیم و خیلی اسم بودش باحال میشه. سپر میشه ویدیو بگیری ازم؟ آره به ساعت الان 3:30. امیر داره اینجا آماده میشه. ما رو باید بکنم فیس کنم سلام. این چه وز شده؟ سلام. موها رو تو آبم بری خیس میشه. این کانسپت باحال می‌خوایم بزنیم سیاه‌سفید عکس‌ها. فکر کنم باحال در بیاد دیگه. حالا ببینیم چی میشه. وای سرده بچه‌ها خیلی یخه. الان که شما همه تو خونه هاتون خوابین ما ساعت 4 صبح داریم زحمت میکشیم. 4 هم نیست 3:45 دقیقه است و دهنمون داره سرویس میشه. خلاصه که قدر بدونید و حمایت کنید. خب دیگه بریم سر بقیه پروژه بچه‌ها. خالی شد عکسم. ولی شلوارم داره میافته پایین. شلوارم تا این واسه معلومه دیگه. ببینم. نه حالا نیاز نیست تو. الان ساعت 4:30. نمیتونم تو دوربین نگاه کنم چون تاریک همه جا. یه ساعت صبر بکنیم هوا روشن شه. عکس امیر رو فعلا گرفتیم. حسام هم یه ساعت بخوابه. سپر همین پشت یه ساعت بخوابه. بقیه‌شو 5:30 میگیریم. 1 ساعت بخوابه. خب بچه صبح شد اینا خوابیدن. منو بیرون روی این صندلی گذاشتن چون میرفتم رو مخشون و نمیذاشتم که بخوابن. اینا آقا کوچولو سگان داره میاد دنبال من. یه آب است. حالا به اونا که کاری نداریم. سپه اینجاست. اینا جمع شدن دورمون. حالا اشکال نداره. من تو این تایم که بیکار بودم 6-7 ساعت یه نه بیشتر بود. اومدم اینا رو درست کردم. این کیه؟ این یا سپهر یا شایانه. اینم یا سپهر یا شایانه. اینم امیره، اینم حسامه. اون اول یا تجربه کافی نداشتم ولی مثلا بر آخری خوب در اومد. نگاه سپهر چه فوز 3 پسر دریایی افتاد. صبحتون بخیر. من یه ساعت چرا شد خوابیدم؟ نه فکرم یادم نمیاد من. الان بریم عکس سپهر رو بگیریم. حاجی الان خوشگل شده. حاجی نگاه کن. آره بچه‌ها اینجا تازه الان ابریه مهه. بچه‌ها این مهمه. حالا من چون اصلا گرگ پسرم نمیدونم چرا موهام شکلی شده ولی اینم سپهره.
نه مشاید حسام خوابه. حسام کلا خوابه. برای کی اول حرفو برای حسام درست کردم بی معرفت. ولی آب خیلی سرده. شب گرم بود آب. الان آب سرده. ببخشید پشت دادم. بعد یاد بگیرم که توی ویدیو یوتیوب چیز نکنم. ولی واقعا وحشتناک سرده آب. تا وقت هست من بریم پیش دوستای عزیزم. آقا سگا. سلام. آقا سگا دوستان ندارم. چقدر حاجی وضعیت موهام خرابه. حسام خوابه. بریم حسام بیدار کنیم حاجی. حسام بیدار شد. حسام بیدار شد. سفر داره یخ میزنه. خیلی آب سرده. بعد کسی جمعون سفر بچه چون مثلا این عکسای ساکن فوکس کنم این عکسای سپهر شد اینجا دیگه عکسای من شد کلن آره متفاوت بود. کدومش خفن داره؟ تو کامنت ها بگید. این ماموسامو بیدار کنیم این داداشامو. خوشگله پسر در باز میکنی بلند شو از اونجا خوشگل پسر بزن در بزن سپه در دور دستان میدود سپه میدود همچو برق برقاسان میدود سپه بر میدود. اون حسام رفت خوش خیس کنه. وقتی بیدار شد انگار مثلا یه چیزی رو جا گذاشته بود. اون چیز مغزش بود. حسام سردش شده و جرأت خیس شدن نه. خود چرا شلوارتو عوض نکردی؟ حسام اومد با این وضع آشفته. حالا نوبت منه که موهاشو درست کنم. آره این موهای منه. اون قبلا هم موهای من بود. بریم اونا رو نگاه کنیم. تدا خدا رو شکر اولین نفر داره دهنشون سرویس میشه. البته آب دیگه گرم شد تقریبا. بذارید تست کنیم. بخورم سر پای را بردم پایی تون گفتم اینجا روز بشه پشماتون میریزه. پشتر من نگاه کنی چه خوشگله. من حالت بده. تورش کردی. تورش کردم. دم پایی آقا ازم میگفتی داشتم بهتون تورش کردم. من خیلی حالم بده. ما رفتیم ساحل عکاسی کردیم تقریبا تموم شد همه کارا. باز دادم به چیز یه استراحتی کردیم الان داریم برمیگردیم. هوا هم خیلی بد بارونیه. فوکس کن اینا گوش هموشایی این شکلیه باشه. ویدام شده و بچه ها دیگه دارن بحثای فلسفی نه بحثای 12 بعد بچه ها سیه اینجا. پسر ها اگه تانی بعد راجع به رابطه هاشون که نرسیدن صحبت میکنن دیگه. بچه دیگه تموم داره میشه. چه لباس قشنگی بوشی پسرم. مرسی از آقای حسام گرفتم. آقای حسام الان شما آقای حسام دیگه تو بلاگه. ولی عکسای خفنی شد. الان عکس‌ها رو براتون میذارم ببینید. همه عکس‌ها رو براتون میذارم ببینید نظرتون رو تو کامنت ها بگین. اگه دوست داشتین کانال رو سابسکرایب کنین. از پیج اینستاگرام همه بچه‌ها رو میذارم تو دیسکریپشن فالوشون کنین. بچه‌ها همشون کسایی هستن که تالنتن ولی خب شاید اونقدر تا الان دیده نشده باشن. از کسایی که تالنتن حمایت کنین. دمتون گرم.